کمی صحبت بکنیم. به قول مشهور گل گوییم و گل بشنویم. و در این چند سال دوری ها و محجوری ها و صبوری ها که محفل های ادبی، محفل های هنری کمی سرد شده بود، با اون شور و شوقی که به هنر در سالهای پیشین بخصوص در دانشگاه ملی، بخصوص در روزهای نوروز شبهای شعر برپا می شد و در کاخ باربد و در دیگر تئاترها شبهای شعر و سرود یعنی شعر و شکر برپا می شد و اونقدر جوانها علاقه داشتند، اونقدر دلگرمی داشتند به شعر و هنر که بلیط پیدا نمی کردند. و حتی در کلاب یادم است وقتی که ما با دولتمند شب شعر و شکر برپا کردیم، تالارش که کوچک بود مردم شیشه ها را هم شکستند. من اینطور شیشه شکنی را دوست دارم، اما نه به این طرزی که امروز می شکنند. اگر برای شعر گوش کردن، برای موسیقی، برای هنر، البته این هم خوب نیست، اما جنبه خوبش هم است که مردم اشتیاق زیاد داشتند و این محفل امروزه را من غنیمت می شمارم. یک سال دیگر هم سال 94 بود، در خود فاکولته صحبت داشتیم در اون تالار کوچک، اینطور صحبت بسیار آزاد و صمیمی، صحبتی که مثل یک درسی استادتان قبول کنید. این صحبتی که داریم اینطور که فقط من در این بین 1 ساعت یا 2 ساعت پشت هم شعر نخوانم، سوالها باشد یا کتبی یعنی خطی یا که از بلنگو میگوید یا کسی که شعر میخواهد بخواند، شعر خودش میخواهد بخواند و این لحظه هم غنیمت است که میخواهید مثلا نظری من درباره شعرتان داشته باشید، این هم ممکن است و هر جوری که خواهید برای این صحبت ما مساعدت کند ما اجازه میدیم. همچنین یک محفل گرمی صحبت طرفین داشته باشید، یعنی شما هم فعال باشید، فقط سامع نباشید. و من این محفل را چنان که خانم معصومه گفتند یک عطای صلح و امنیت میدانم و این محفل ها انشاءالله فضای زندگی ما که یک کمی آسوده تر البته بنسبت به سالهای پیشین دارد خوب میشد، این هم یک عطای صلح است و ما روبرو صحبت میکنیم بسیار آزاد و بی ترس و بیم، بی صدای گلوله و تیرها. و در همون سالهای که بود و گذشت شکر خدا و امروز چنان گفتم یک محفل گرم انشاءالله در این تالار صد برپا خواهیم کرد. میگن که یک بیت زیبای کدام شاعری گذشته از یادم نیست، میگه که دیروز چنان فراق عالم سوزی، امروز چنین وصال جان افروزی. این یک دیدار جان افروزی است، صحبتی که من از دیدار جوانها جوان میشیم، چنان که استاد ترسزاده و باقر همزاده همیشه ادیبای جوان و هنرمندای جوان با خودشان میگفتن که من از دیدن شما جوان میشم. و محیط همون سالها را که ما از سر گذراندیم و دایره میدان یا عرصه هنر خیلی تنگ شده بود و در همون موردها من هر حالتی که در زندگی میگذشت و بر خودم میگذشت میخواستم شعر کنم و البته همش دست نمیدهد همه حالت ها که شعر کنید، اما همیشه در فکر آن بودم که همین حالت ها در شعر افاده شوند. این نکته را خانم معصومه هم گفتند، مثلا در خصوصی آن که چطور اهل فرهنگ خار شد و فرار کردند، از این قلم رو اهل قلم رفت، هر کس علم شد با 100 علم رفت. یا که امروز چه تنگ سال فرهنگ آمد، آژنگ برای اهل ارژنگ آمد، ما و قلم و دفتر ما خون دلیم،
از اهل قلم بودنمان ننگ آمد. این حالتهایی بود که از سر هنرمندا میگذشت و همینطور زینه به زینه این حالتها در موردهایی که البته دست میدهند که با زبان شعر بگویید من سعی کردم بگویم و یکی از اون غزلها این است که گفتم کشید گفتم دخترها خفا گشتن نترسید کشید این زمانه را که می کشد ترانه را درون چشم می کشد نگاه شاعرانه را زمانه هرینه چو کفش سیر پینه به پینه نمی خرد نبوغ جاویدانه را قلمچه نکاشته قلم قلم همی کند به دست صد تبرزن درخت پرجوانه را ز جهل نیزه می کشد به تیغ چشم آفتاب به بیضه حبس می کند همای آشیانه را چو زاد بوم آن یکی ده است مثل چشم بوم به چشم بوم بنگرد جهان بیکرانه را یکی سفال پاره به خم زر رسیده است یکی زغال پاره گرفته صد خزانه را من از طلعه سحر پیام آورم ولی زمان من نمی خرد طلعه زمانه را الا زمان منجمد تو دست کم خلل مده من به سوی جاویدان به لب غزل روانه را